من دارم اثر هنر خلق میکنم. این منم محمد جواد ساب کانال. این مبینا شیطنه کانال. ما امروز اومدیم میدون نقش جهان تا یه لیگ دوبله خیابانی برگزار کنیم. با کی؟ با خود مردم. چطوری؟ چرا من براتون بگم بهتره که خودتون ببینین، همراه ما باشین، خوش میگذره. داریم میریم بعد شانسمون بارونه. فضامون خیلی خوبه بچه. ماشینو پارکش کردیم بریم سوژه اولو پیداش کنیم. ببین هوا بارونیه ولی حال میده. سوژه اول کی باشه؟ وضعیت اومدیم تو بازارشه. اومدیم و عجب روزی اومدیم زیر بارون که زیبایی میدان نقش جهان را چند برابر کرده بود که یهو بریم. بچه‌ها از دل جون دارن مایه میذارن. کیو دیدین وسط نقش جهان لباس عوض کنه؟ عجیبه، واقعا عجیبه. قربونه عکس عوض شد. موفقیت عوض شد. بریم واسه فیلم برداری. هوا بی‌نظیره. خیلی خوشگله. کاخ آلیقاپو. ما اومده بودیم چالش بگیریم ولی انگار قشنگ چاکریم فدا خاک زیر پاتی ولی مخلصی. انگار به نظرم باید تغییرش بدیم به ولاگ نقش جهان رفتن. موافقم. خب آقا میخوای تغییرش بدیم به ولاگ دوبله در نقش جهان، خودمون دوبله کنیم. و اینجا بود که مسابقه ما تبدیل به ولاگ شد. جدی ایدهش خوبه. ما دستشویی رفتی. بیا 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 مادر جان، مادر جان بیا 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 رد. امروزی که ما داریم ضبط میکنیم روز مادر. میدون نقش جهان نمیدونم کار اومدین یا نه تو اصفهان. الان چندین ساله که به عنوان گردش جاذبه گردش چیز گردشگریه. اینجا چند تا درشکه است اصله. خب بلیت پول میدی سوار میشی دور میدون میبرن. احسنت. بچه‌ها اینا مه آلودگی نیست. ببین چه خوشگله. بذار معرفی کنم کاخ آلیقاپوه. اومدین اصفهان یا اگه اصفهانی هستین اینجا حتما بیاین، خیلی خوشگله. بله چشم. رسیدیم به اولین شرکت کنندمون. من یه کاری میکنم خیلی تعجب کنید. خب اوه حالا کجاشو دیدی؟ من اگر بخوام مثلا میتونم که شکلی صحبت کنم. من یه روز همینجوری که داشتم میرفتم به این فکر کردم که وای پسر اینجا یه اتفاق خیلی عجب غریب افتاد. امروز یه روز سرده ولی چون بارون اومده من دلم گرمه. یه شعر از سهراب سپهری براتون میخونم که خیلی شعر زیباییه. اسم شعر هست صدای پای آب. چتر را باید بست زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید برد. زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب زمین کردن در حوضچه اکنون است. امیدوارم که دوست داشته باشید و حالتون هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشید. خب خودتون رو معرفی میکنین. من روزبه همانی هستم. یه نمونه دوبله ما داریم. میشه خلاقیتش داشت؟ بله. مرسی. این که داشته